سنی‌های تندروی داعش تهدید کردند که حملات تروریستی بیشتری را علیه شیعیان افغانستان خصوصا شیعیان قوم هزاره انجام خواهند داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابو عمر خراسانی، یکی از فرماندهان گروه تروریستی داعش در افغانستان، ضمن اشاره به حمله تروریستی اخیر در شهر کابل گفته است دوباره به شیعیان حمله می‌کنیم و ما می‌توانیم. به گفته رویترز، ابو عمر از یک جای نامعلوم و به وسیله تلفن همراه با این خبرگزاری تماس گرفته و شیعیان هزاره را تهدید کرده بود. 2 روز پیش تادامیچی یاماموتو، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در یک نشست خبری از افزایش نفوذ و فعالیت‌های سنی‌های تندروی داعش در افغانستان اظهار نگرانی کرد، اما آنها را یک گروه کوچک دانست. وی افزود پذیرفتن مسئولیت حمله تروریستی به شیعیان در کابل توسط این گروه تروریستی در دست بررسی است.